شما هم تو اخبار دیدید از دماوند یه دود سفید بزرگی بلند شده؟ خیلی هم زیباست، ولی تو اساطیر ایران دیدن چون این صحنه اصلاً نشونه خوبی نبوده، چون دیدن این دود یعنی ضحاک از بند آزاد شده و داره برمیگرده. بیاید قصهشو براتون بگم. آخر قصه ضحاک تو شاهنامه اینطوریه که بعد از 1000 سال ظلم و آدمکشی فریدون میاد و با گرز گاوسر میکوبه تو سر ضحاک، ولی نمیکشدش. دلیل اینکه نمیکشدش رو ته ویدیو میگم، ولی ربط ضحاک به دماوند چیه؟ فریدون بعد از اینکه میکوبه تو سر ضحاک دست و پاشو میبنده، میبره توی غار عمیق تو دماوند به بند میکشدش. ماجرای ضحاک اینجا تو شاهنامه تموم میشه. بعد از این ما دیگه ضحاک رو نمیبینیم، ولی توی متون دیگه و توی باورای عامیانه این ماجرا هنوز ادامه داره، چون ضحاک هنوز رو زمین کار داره. بر اساس این متون و باورها ضحاک تا آخر الزمان زنده میمونه و اون موقع به کمک یه دیوی به نام اشموغ از بند نجات پیدا میکنه، از دماوند میاد پایین و شروع میکنه به خرابکاری، یعنی مردم و گیاه و آب و آتش رو نابود میکنه. اما وعده دادم برای اینجا که بگم چرا فریدون ضحاک رو نکشت. توی شاهنامه دلیلش مشخص نیست، دستور الهیه، ولی توی متون دیگه تو باور عامیانه 2 تا دلیل حداقل براش گفتن. یکیشو تو کپشن می‌نویسم، ولی اون یکی خیلی خیلی باور عجیبیه. موقعی که فریدون میخواد ضحاک رو بکشه، یه عده‌ای از مردم میان میگن اینو نکش، این حاکم خوبی بود. شک نکنید این عده‌ای از مردم که میان میگن اینو نکش، همونایی بودن که با رانت ضحاک به یه نون و نوایی رسیده بودن. این ویدیو رو بفرست برای دوستت و بهش بگو اگه دود داره از دماوند بلند میشه نگران نباش، ضحاک اسطوره است.